اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت گرامی، با درود و سلام به همه شما. موضوعی که در مورد آن صحبت خواهم کرد یعنی 2 میلیارد مسلمان شیعه و سنی و سلفی از کدام محمد پیروی می کنند؟ محمد قرآن یا محمد تاریخ عرب؟ جامعه مسلمانان از کدام محمد پیروی می کنند؟ محمد که در قرآن از او نام برده شده پدر هیچ کسی نیست. این حرف من نیست، این حرف الله است. الله گفته است در قرآن سوره نمبر 33 آیه نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. به خاطر تبلیغ آیه مورد ستایش قرار گرفته است محمد. پدر بزرگ، جد یا جد بزرگ هیچ یکی از مردان شما نیست، اما محمد رسول الله است و خاتم النبیین، همه پیغمبران است و الله به همه چیز داناست. 2 میلیارد مسلمان جهان که پیروان پیامبر عرب محمد هستند، یعنی کسی که 11 زن و 2 کنیز داشت. نوشته است از تاریخ او که 4 دختر داشت، 6 کسی نوای داشت. او همچنین در طول عمر 23 ساله خود 57 جنگ را تجربه کرد. قاسم، طاهر، طیب، عبدالله، ابراهیم فرزند محمد ابن عبدالله است. نوشته است از تاریخ او بنابراین آیا الله در قرآن دروغ گفته است یا ما از دروغ پیروی می کنیم؟ شخصیت های 24 پیامبر و فرستاده الله در قرآن توصیف شدند. نام آنها در قرآن آمده است. طبقه تاریخ عرب مردی به نام محمد 1400 سال پیش از راه رسید که پسر عبدالله عرب بود. الله در هیچ کجای قرآن نگفته است که او رسول الله است و قرآن همه نگفته است که باید از محمد ابن عبدالله پسر عبدالله پیروی شود، زیرا قرآن شرح حال 24 پیغمبر و رسول را ذکر کرده است، اما نام محمد پسر عبدالله در قرآن نیامده است. همه پیغمبران الله برابرند و همه آموزه های یکسانی دارند. الله گفته است سوره شماره 4 آیات 105
5 و 151 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرین عذابا مهینا. کسانی که از الله و پیغمبرانش نافرمانی می کنند و می خواهند میان الله و پیغمبرانش جدایی افکند و می گویند ما از برخی پیروی می کنیم و از برخی دیگر نافرمانی می کنیم و کسانی که می خواهند میان این دو راهی پیدا کنند اینها کافرند. من برای کافران عذاب خوار کننده آماده کردم. پس آیا ما به نام حدیث از آموزه محمد ابن عبدالله پیروی می کنیم؟ زیرا رسول قرآن فرموده است سوره شماره 53 آیا شماره 3 و 4 وما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحی. او از روی حویس خود درباره عقل سخن نمی گوید. این قرآن از طریق وحی نازل می شود. الله می فرماید سوره شماره 18 آیه شماره 110 و آیه شماره 26 الله در عبادت الله شریک نیست. در فرمان الله شریک نیست. تمام فرمان و تمام عبادت نوشته است این در قرآن. سوره شماره 7 الاعراف آیه شماره 54 الا له الخلق والامر آفرینش با فرمان او اداره می شوند. الان وقتش که ما هم یہ فکری بکنیم وما علینا الا البلاغ المبین.